إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره غافلون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيوب. عزیزان، دعا بفرمایید الله سبحانه و تعالی قبولیت را نصیب بفرمایند و هر آنچه که اینجا گفته می شود به بنده و همه من و شما توفیق عمل کردن را عنایت بفرمایند و کلمات را الله سبحانه و تعالی به زبان بنده جاری بفرمایند که موجب رضایت و خوشنودی او سبحانه و تعالی می شود. صحبت در مورد موضوعی است اگر در وجود من و شما باشد از توفیقات و بسیاری از امور خیر محروم میمانیم. توفیقات از ما گرفته می شود، خیر از ما گرفته می شود. صحبت در مورد ضررها، اسباب و علاج تنبلی و سستی و کسالت است. هیچ کسی دوست ندارد که به او سست و تنبل گفته شود. هیچ کسی دوست ندارد که به او کسی سست و تنبل بگوید، هرچند که در وجود او سستی و تنبلی و کسالت باشد. پیر، جوان، حتی کودکان دوست ندارند کسی به آنها تنبل بگوید، کسی به آنها سست و لاابالی بگوید، چون سستی و تنبلی یک خصلت زشت است در وجود انسان. انسان با همت و غیرت هرگز نمیخواهد که این خصلت در وجود او باشد. امام جرجانی و مناوی میگویند تنبلی یعنی شانه خالی کردن از بسیاری از کارهای مهمی که باید شما انجام بدهید و شانه خالی میکنید و انجام نمیدهید. ایره میگویند سستی و تنبلی. فرق نمی کند که تنبلی در عبادت باشد یا در خدمت. در مورد منافقین الله سبحانه و تعالی میگوید اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. یکی از خصلت‌های بارز انسان منافق و منافقین این است که الله در مورد آنها میگوید وقتی که برای نماز ایستاد میشوند با کسالت و تنبلی ایستاد میشوند. الله میگوید که منافقین در عبادت و آن هم در مهمترین عبادت که نماز است، منافقین کسلند، تنبلند، سستند. انسان‌های منافق الله سبحانه و تعالی همه من و شما را حفاظت بفرمایند. در سوره توبه الله باز میگوید ولا یأتون الصلاة و الا وهم کسالا. آنها برای نماز نمیآیند مگر اینکه سست و تنبل میآیند. جوان، این خصلت انسان منافق است که برای نماز سستی می کند، برای نماز سست و تنبل و کسل می آید. ایره چه کسی گفته است؟ ایره پروردگارت در کلامش گفته است ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. نمی آیند به سوی نماز مگر اینکه سست و تنبل و کسل می آیند، با سختی و تنبلی نماز می خوانند. انسان‌های منافق در طاعت رب العالمین، در عبادت رب العالمین سست و تنبل هستند. تنبلی خصلت زشتی است که رسول الله پیامبر من محمد رسول الله از آن پناه خواسته است. سبحان الله. الان در ذهن شما میاد موضوع چقدر مهم شد. موضوع آنقدر مهم است
صحبت در مورد چیزی است که در وجود اکثریت من و شما هست. محمد رسول الله از این پناه خواسته است. در روایت صحیحین آمده است از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح و شام میفرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکسل، پروردگارا به تو پناه میبرم از کسالت، از تنبلی، از سستی. محمد رسول الله او پیامبر است، او مبلغ این دین است، او ارتباط زمین را با آسمان ها برقرار کرده است، او خاتم الانبیا است، اما او میگوید ربا به تو پناه میبرم از سستی و تنبلی. او به پروردگارش از سستی و تنبلی پناه میبرد، چون اگر سستی و تنبلی در وجود یک جوان آمد بسیاری از توفیقات از او گرفته می شود، بسیاری از خیر و نیکی ها از او گرفته می شود. الله حفاظت بفرمایند از تنبلی، از سستی و از کسالت. عزیزان من، کسالت و تنبلی و سستی ضررهای زیادی دارد، بالاخص برای کسانی که مقتدا باشند، پیشوا باشند، بالاخص برای کسی که مسئول خانواده است، برای کسی که سرپرست است، مسئولیت یک کاری به دوش اوست، یک وظیفه به گردن اوست، مقتداست، پیشواست، دیگران به او نگاه میکنند. سستی و تنبلی در هر کسی زشت است، ولی در انسان پیشوا و مقتدا و الگو و مسئول بیشتر زشت است. و تنبلی، سستی از جانب شیطان است. تنبلی یک مسئول، تنبلی یک پیشوا، تنبلی یک استاد، یک سرپرست خانواده بدآموزی دارد. این تربیتی بسیار بدی برای دیگران دارد. و تنبلی و سستی از جانب شیطان است. فرمود صلی الله علیه و سلم، روایت صحیح داریم، فرمودن حضرت صلی الله علیه و سلم التثاؤب من الشیطان، خمیازه کشیدن از شیطان است. همین خمیازه را که انسان میکشد، فرمود صلی الله علیه و سلم ای از جانب شیطان است. علما میگویند خمیازه کشیدن علامت سستی و تنبلی در انسان است و هنگام خمیازه کشیدن وقتی دهنش باز می شود علما میگویند شیطان بر او خنده می کند، شیطان در او وقت با او بازی می کند وقتی که انسان خمیازه می کشد. به همین خاطر آمده است در روایت هر کسی که خمیازه می کشد کوشش کند که او را دفع بکند. یادم هست در دوران دوره حدیث استاد ما شیخ الحدیث می گفتن هر کسی که هنگام خمیازه کشیدن فقط به یادش بیاید که ای از جانب شیطان است، خود به خود گم می شود. شما ای را تجربه کنین، بنده تجربه کردم. به محض اینکه خمیازه آمد شما در دلتان بیاید که ای از جانب شیطان است، خود به خود گم می شود. این تجربه استاد ما بوده است و من دائم که ای را آزمایش کردم، به راستی که همینطور بوده است. فقط در قلبتان که آمد که ای از جانب شیطان است، خمیازه گم می شود. بعضی از علما میگویند به این خاطر خمیازه کشیدن از شیطان است و از جانب شیطان است چون شیطان بسیار دوست دارد که انسان را سست و تنبل ببیند. یکی از خوشیهای شیطان این است که جوانان را سست و تنبل ببیند. این شیطان با این چیز بسیار خوشحال می شود. شیطان از جوانان بانشات، قوی الاراده، انسانهایی که بسیار بیدارند، از چنین انسانهای بانشات و قوی الاراده شیطان خوشش نمی آید. شیطان بد می برد از چنین انسانها و از چنین جوانان، بلکه شیطان نهایت تلاش می کند که در میان جوانان سستی و تنبلی را ببیند. او نهایت تلاش می کند که جوانان مسلمان را سست و تنبل تربیت بکند و به بار بیاورد. در روایت صحیح داریم، در روایت صحیح بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن یعقد الشیطان على قافیه رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. وقتی که انسان خواب بشود شیطان 3 گره را پشت گردن او میزند. یضرب کل عقدة علیک لیل طویل فرقد. هر گرهی را که پشت گردن انسان هنگام خواب میزند شیطان میگوید خواب شو، خواب شو، شب دراز است، خواب شو، شب دراز است.
فرمود صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. وقتی که این انسان از خواب بیدار بشود یک گره باز می شود. فإن توضأ انحلت عقدة. وقتی که وضو بگیرد گره دوم باز می شود. فإن صلى انحلت عقدة. وقتی که نماز بخواند گره سوم باز می شود. فأصبح نشيطا طيب النفس. وقتی که صبح می شود بسیار بانشات است، بسیار با خوشحال است، هر سه گره شیطان را باز کرده است و بسیار بانشات و بسیار هم خوشحال است. و الا اصبح خبیث النفس کسلانا. فرمود اگر کسی چنین نکند، وقتی که صبح می شود بسیار با تنبلی، بسیار با غم و اندوه بیدار می شود. انسان تنبل روزش را با غم و اندوه آغاز می کند. انسان تنبل روزش را با ناخوشایندی آغاز می کند. یک حالت ناخوشایندی دارد، یک حالت سنگینی دارد. الله نجات بدهد. عرض کردم صحبت در مورد ضررها، اسباب و علاج تنبلی که وجود همه ما و شما را فرا گرفته است در مورد این است. صحبت در مورد ضررها، اسباب و علاج تنبلی است. اما ضررهای تنبلی، اولین ضرر تنبلی گرفتن توفیق است از انسان تنبل. انسان تنبل توفیق ندارد، بی توفیق است. برای خدمت والدین بی توفیق است، برای کار کردن بی توفیق است، برای تلاوت بی توفیق است، برای نماز جماعت بی توفیق است، در کارهای خیر سبقت نمی کند، از همه عقب مانده است، بیچاره است. انسان تنبل به سوی طاعت و بندگی، علم و دانش راه پیدا نمی کند. تنبل جاهل می ماند، نادان می ماند، دور از روی تن احمق می ماند. انسان تنبل در کارهای خیر یا نوافل و تلاوت قرآن عظیم الشأن بتوفیق است. او توفیق این کارها را ندارد. انسان تنبل از عمرش، از صحتش، از عافیتش انسان تنبل استفاده نمی کند. از اوقات فارغش استفاده نمی کند. فرمود صلی الله علیه و سلم: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. دو نعمت است که بسیاری از مردم در آن ضرر کردن. دو نعمت است. پیامبر فرمود من و شما سر تا پای غرق در نعمتهای رب العالمین هستیم. فرمود صلی الله علیه و سلم دو نعمت است که بسیاری از ضرر کردن در آن. یکی صحت و عافیت است که از آن نتوانسته است به خوبی استفاده بکند. دوم فراغت است، اوقات خود را ضایع می کند. و اما ضرر دوم، وقت نیست، باید بسیار تیز بگذارم. و اما ضرر دوم، روزی خواهد آمد که انسان تنبل پشیمان خواهد بود که چطور از عمرش استفاده نکرد، چطور از اوقاتش استفاده نکرد، از اوقات فارغش، چطور از صحت و عافیتش استفاده نکرد. روزی خواهد آمد جوان که پشیمان خواهید شد. بروید از موسفیدان پرسان بکنین، بروید از کلانسالان پرسان بکنین که اکنون افسوس چی چیزی را میخورند. تو می توانستید عالم باشید، تو می توانستید حافظ قرآن باشید، تو می توانستید انجینر باشید، تو می توانستید دکتر باشید، تو می توانستید تاجر باشید، تو می توانستید کاسب باشید، تو می توانستید نمازهایت را در مسجد با تکبیر اولا ادا بکنید، اما نکردید. چرا؟ چون وجودت را تنبلی فرا گرفته است و الان پشیمان هستید. و آن وقت وجودت را تنبلی فرا گرفته بود، چیزی را به نام تلاش، کوشش، جهد و تلاش جوان نمی شناختید. فکر نمی کردید که تنبلی را با چه چیزی ما باید دور بکنم. و اما ضرر سوم، انسان تنبل بارودوش دیگران است. ضرر سوم، انسان تنبل بارودوش دیگران است. دستش به سوی دیگران دراز است، محتاج دیگران است همیشه. او هیچ تلاش جدی نمی کند، او هیچ کوششی را نمی کند تا اینکه به جایگاهی برسد، در حالی که می توانست که دیگران محتاج او باشند،
انسان با استعداد است. قواره را ببین، ماشاءالله، قد و قامت را ببین، لباسهایش را ببین، بازوهایش را ببین، چهره نورانیش را ببین. اما بار و دوش دیگران، دستش به سوی دیگران دراز است، در حالی که می توانست که دیگران محتاج او باشند. و الان ضرب المثل شده است. جوانان، انسان تنبل ضرب المثل می شود برای دیگران میگویند مثل بچه فلانی نباش، انسان لاابالی نباش، انسان تنبل نباش، مثل برادر فلانی نباش. دیگران به عنوان ضرب المثل از شما یاد میکنند. از چه کسی؟ از انسان تنبل. شاید این گپا را کسی دیگه به شما نگوید، اما امروز در این منبر به شما گفته می شود. یادتان باشد اینها واقعیت های بعضی از جوانان ما و شما هست. الله نجات بدهد. اینها ضررهای تنبلی هستند که بسیار مختصر عرض کردم. اما اسباب و عواملی که منجر به تنبلی می شوند، چه اسباب و عواملی وجود دارد که انسان تنبل می شود؟ چرا؟ اولین عاملی که علما ذکر کردند ضعف همت است. همت. انسان تنبل بی همت است. انسان ضعیف الهمت تنبلی را به بار می آورد، تنبلی بر او غلبه می کند. دومین عامل و سببی که منجر به تنبلی می شود دوست و رفیق تنبل است. دوستی و رفاقتتان با انسانهای تنبل شما را تنبل می کند. یادتان باشد دوستی و رفاقت با همراه انسانهای تنبل انسان را تنبل می کند. لذا رفاقت و دوستی باید با انسانهای با همت باشد، با انسانهای با غیرت باید دوستی داشته باشین، نه انسانهای بیکار، لاابالی، کسل، سست و بی همت. اینها لیاقت اینا ندارند که شما با آنها دوستی بکنین. عزیزان من، رفاقت و دوستی باید با انسانهای نیک و صالح باشد، انسانهای با اخلاق، انسانهای کارآمد، انسانهایی که در کارهای خیر مسابقه میدهند. چون هر خصلتی که در دوست شما باشد شما از او متأثر میشوید. یادتان باشد که همنشین از همنشین رنگ میگیرد. اگر این را از بزرگایت شنیده اید یادتان باشد که این سابقه شرعی دارد. این را پیامبر من محمد رسول الله گفته است: المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالله. هر انسان بر دین دوست خودش هست. ببینین با چه کسی شما دوستی میکنین. ببینین همنشین از همنشین رنگ میگیرد. ببین با خبر که همنشین شما انسان لاابالی و بیکار و سست و تنبل نباشد. و اما سومین سبب و عامل تنبلی، چه چیز باعث می شود که انسان تنبل بشود؟ سومین سبب و عاملی را که علما ذکر کرده اند امروز و فردا کردن. امروز و فردا کردن، هر کاری را به تأخیر انداختن، این سبب تنبلی در وجود انسان می شود. سال آینده درس ها را شروع می کنم، ماه آینده کاروبار را شروع می کنم، از هفته آینده به مسجد می روم، از هفته آینده نمازهایم را به جماعت می خوانم. چرا الان شروع نمی کند؟ چون او خود را برای یک تنبلی دور و دراز آماده می کند، چون وجودش را تنبلی و سستی فرا گرفته است، چون شیطان بر او غلبه کرده است. امروز و فردا کردن انسان را تنبل به بار می آورد. اگر در فرزندتان، اگر در برادرتان دیدین که هر کاری را به تأخیر می اندازد، امروز و فردا می کند، یادتان باشد پدر بزرگوار این یکی از نشانی های تنبلی است. این جوان، این نوجوان خود را آماده می کند برای یک تنبلی بسیار دراز. اجازه ندید، بگو این کاری است که باید امروز انجام بدی. کار امروز را برای فردا ماندن و واگذار کردن نشانه تنبلی است. فردا آینده است و فقط الله میداند که فردای باشد یا نباشد. امروز نقد است و از آن استفاده بکن. و اما چهارمین سبب و عامل تنبلی، بزرگ جلوه نمودن کارها. انسان تنبل کارش فقط بزرگ نمایی است،
فلان کار را انجام بده، نه او استوان ما بسیار خارج است. فلان کار و کس، فلان دکانداری، این استوان ما بسیار بالا است، من ایرا نمیتوانم، من نمیتوانم ایرا. خب برای نماز صبح بیاین به مسجد، نماز صبح کی میتوانه نماز صبح در این هوای سرد برود؟ انسان تنبل یکی از علائمش این است که کارش بزرگ نمایی است. هر کاری را بزرگ جلوه دادن است، هر کاری را بزرگ فکر کردن است. این نشانی است که در وجود اکثریت جوانان دور از رویتان هست و خودشان خبر ندارند. الله نجات بدهد. لذا هر کاری را که برای آنها پیشنهاد میکنید، بعد میبینید که برایشان یک دلیلی را پیش میکنند، در حالی که الله سبحانه و تعالی میفرمایند فاذا عزمت فتوکل علی الله. در کاری که تصمیم گرفتید قاطع باش. الله میگوید قاطع باش، قاطع باش. انسان تنبل همیشه دنبال کارهای آسان میگردد. فلان کار نه او سخت است، فلان کار او هم سخت است. برایش یک کار آسان و مفت و مجانی و رایگان در اختیارش قرار بتین که این جنابالی اونجا بشیند پشت میز و صندلی و چوکی و بیغم کارش را انجام بدهد. سبحان الله. عزیز من جوان، این نشانی تنبلی است، این نشانی تنبلی است. عزیزان، تا اینجا ضررهای تنبلی و اسباب و عوامل تنبلی بیان شد. اما علاج چه کنیم؟ چه کنیم که تنبل نشویم؟ چه کار بکنیم که تنبلی از وجود ما برآید؟ علاج چیست؟ اولین علاجی را که علما ذکر کردن، اولین علاج، اولین راه تداوی و اولین راه دوای تنبلی به کثرت دعا کردن است. به کثرت دعا کردن است. دعا کن و دعا کن که رب العالمین تو را با همت بگرداند. در ابتدای عرایزم عرض کردم دعا کن که محمد رسول الله دعا کرده است و فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکسل. ربا به تو پناه میبرم از تنبلی. پیامبر دعا کرده است، خاتم الانبیا دعا میکردن برای اینکه پروردگارا مرا تنبل نگردان. محمد رسول الله میگوید پروردگارا مرا تنبل نگردان. الان او دعا میکند، من و شما باید چقدر دعا بکنیم که الله این مرض را از وجود ما بیرون کند. به کثرت دعا کن که الله توفیق خیر را نصیب بگرداند. دومین علاج تنبلی علما گفتن، دومین راه ای که چه قسم ما تنبلی را علاج بکنیم، سستی و کسالت را از وجود خود بیرون بکنیم، علما نوشته کردن نماز تهجد است. اگر نماز تهجد با سوز و گداز ادا بشود، تنبلی از وجود انسان بیرون بشود. وجدانهای خفته را نماز تهجد بیدار می کند. بسیاری از انسانهای تنبل خفته اند، وجدان خفته دارند، اطرافشان چه اتفاق می افتد هیچ پروا هم ندارند. لذا این نماز تهجد است که وجدانهای خفته را بیدار می کند. عزیزان من، سومین راه علاج سستی و تنبلی مطالعه کتاب هاست و مطالعه سیرت نیکان و صالحین در گذشته است. ببینین آنها چه قسم همت داشتن، ببینین آنها چقدر اراده قوی داشتن. برای خود انسانهای کم همت و سست و تنبل را الگو قرار نده. از جمله کدام انسانهایی هستید اقتدا به کسانی میکنین که در روز جمعه در صفحه اول قرار دارند؟ خوشا بر حال کسانی که امروز از من جلوتر اینجا به مسجد آمده بودن. ما به حالش غبطه میخوردم. من آمدم داخل مسجد شدم، همین لحظات پیش دیدم مسجد، نصف مسجد پر است. گفتم خوشا بر حال اینها از من جلوتر تشریف آوردن. خوشا بر حال. اقتدا کن به انسانهای قوی الاراده، انسانهایی که همت بلند دارند، انسانهایی که واقعا انسانهای با غیرتند. به آنها اقتدا کن. شما یک دوست و رفیق ضعیف الاراده که شب و روز سر و کارش با موبایل است، با اینترنت است و با این وسایل روز، شب و روز همانجا میگردد و شما هم با او دوستی و رفاقت دارید، تباهت میکند، والله خرابتان میکند. عزیزان من،
همیشه با انسانهای موفق و کامیاب و مخلص و با تقوا مشوره کنین و مطابق مشوره آنها عمل بکنید. انسانهایی که کامیابند، انسانهایی که موفقند، با امرای او مشوره داشته باشین، مطابق مشوره آنها عمل بکنین. و از انسانهایی که شب و روز داخل موبایل هستند بدون کدام هدف و بیشترین وقت خود را در موبایل میگذرانند، من توصیه میکنم که از این طور انسانها دوری بکنین، فاصله بگیرین. با تنبلی مقابله کن، مجاهده کن، تنبلی را از وجودت بیرون کن، همت داشته باش. والله رب العالمین تو را کمک خواهد کرد، والله پروردگار تو را کمک خواهد کرد. باید قوی باشید که سستی و تنبلی را از وجودت بیرون کنید، چون پیامبر من فرموده است المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی چه معنی؟ یعنی اینکه بازوایش قوی باشد، قوارش قوی باشد؟ نه خیر. مؤمن قوی الاراده، همت قوی، همت بلند، اراده قوی. این مؤمن از انسان ضعیف کده بهتر است. دنبال راحتی نباش. انسان های تنبل دائم دنبال راحتی هستند. من طلب الراحة ذهب الراحة. یادتان باشد، یک نقطه را به یاد داشته باشید، هر کسی که دنبال راحتی باشد راحتی از او گرفته می شود. هر کسی که دنبال راحتی باشد راحتی ندارد. انسانهای راحت طلب ناقرارند، وجدانهای ناقرار دارند، آنها بسیار مشکلات عصبی و روانی دارند، بسیاریا. الله حفاظت بفرمایند. انسانهای تنبل و راحت طلب برای شانه خالی کردن دلایل بیشماری را میآورند. اینا دانشمند هم هستند، گاهی اوقات بسیار معقول با امرایتان گپ میزنند. کل دلایلشان، البته بعض معذرت، کل دلایلشان برای این است که امی تنبلی خود توجیه کنند. یعنی شما امی تنبلی که وجود او را فرا گرفته است، امی را عیب ندانین که امی چرا این تنبل شده است. باز اینقدر مستدل و منطقی امرای شما گپ میزنند، سبحان الله. همه این دلایل برای توجیه تنبلی خودش است. او فکر میکند که مردم نمیدانند، مردم را احمق فکر میکنند، دور از رویتان، مردم را بازی میدهد. و من امروز به صراحت میگویم او در کنار این که تنبل است، دور از رویتان، او یک انسان احمق هم هست. چرا؟ چون او از دانش و فهم دیگران هم سوء استفاده میکند. او میگوید دیگران نمیدانند، او عقلش قدر کشش ندارد، لذا کوشش میکنه با دلایل بیشماری بیکاری خود توجیه بکند. او با دلایل بیشماری نماز نخواندن خود را توجیه بکند. چرا نماز نمیخوانید؟ لباسای مردار است، لباسای مشکل داره. جوان، قوارات را ببین، با لباس مردار چرا میگردید؟ لباست فقط برای نماز مردار شده است. بعضی از این تنبل ها فکر میکنن که بسیار فهمیده و هم بسیار دانشمند هستند. شما وقتی که او را نصیحت میکنید میگه ملا صاحب دین اینقدر سخت نیست که شما سخت گرفتید. بعد یک حدیثی را هم یاد کردن، الدین یسر، پیامبر گفته است دین آسان است. سبحان الله، دین انقدر آسان است که شما سخت گرفتین میگوین. نه ملا صاحب زیاد سخت نگیر، نماز در خانه هم میشود. ملا صاحب زیاد سختگیر نباش. انسانهای تنبل با دلایل زیادی نماز نخواندنشان را، به جماعت نرفتنشان را، بیکاریشان را، بیهدفیشان را، لاابالیشان را توجیه میکنن و دلایلی را برایشان میآورند. لذا عرض کردم وقتی که حالات نیکان و صالحین را مطالعه میکنید میبینید که سبحان الله، شما از عصر صحابه ببینید، همت او را ببین، چقدر اینا قوی بودن، اینا چقدر اینا با سستی مبارزه میکردن، با تنبلی مبارزه میکردن. صحابی میگوید از زمانی که اسلام آوردم هیچ وقت آذان را نشنیدم مگر اینکه بر وضو بودم. هیچ وقت آذان را نشنیدم مگر اینکه با وضو بودم. یکی دیگه میگوید از 40 سال به این سو هنگامی که مؤذن آذان گفته است من در مسجد بودم. 40 سال به این سو هنگامی که مؤذن آذان گفته است من در داخل مسجد بودم. در مورد حضرت سعید بن مسیب نوشته کرده است که 40 سال تکبیر اولا را با جماعت ادا کرده بوده است. در مورد شعبه بن حجاج نوشته کردن 70 سال تکبیر اولا از او فوت نشده بود. اینا مشت نمونه خروار است. بسیار به طور یک مثال عرض کردم. اما عزیزان من، الان تنبلی از نماز تهجد گذشته است. نماز تهجد به جای خودش. الان تنبلی از تلاوت گذشته است. الان تنبلی از
از نماز جماعت گذشته است، الان تنبلی از کاروبار گذشته است، تنبلی به نماز رسیده است، فریضه الهی. الان بسیاری در نماز در فریضه الهی، در این عبادت بزرگ تنبلی میکنن. دیده میشود، من خودم شاهد بودم، در شهرگاهی اوقات میبینم بعد از جوانا را اصلا به یادشان نیست که نماز پیشین وجود دارد یا ندارد، نماز دیگری وجود دارد یا ندارد، پروا هم ندارد که قضا شد چطور شد. اگر کسی به شما بگوید ای انسان تنبل، ای انسان سست، ای انسانی که به غضب خدا گرفتار شده اید، ای انسان لعنتی، سبحان الله، چقدر بدتان میآید، چقدر خفه میشوید، چقدر ناراحت میشوید. اما از این کلمات بدتر این است که زمین و زمان از انسان بی‌نیاز به الله پناه میبرد. زمین و زمان از انسان بی‌نیاز به الله پناه میبرند. تو با این کلمات چندی که در موردت گفته میشود چقدر خفه میشوید. از این بدتر زمین و زمان به الله پناه میبرند از انسان بی نماز. پس عزیز من بزرگوار، بس از تنبلی، بس از تنبلی، بس از سستی، بس است که از همه مانده شده اید و عقب مانده اید، بس است. پیامبرت گفته است اللهم انی اعوذ بک من الکسل، ربا من از سستی و تنبلی به تو پناه میبرم. تنبلی تو را منفور میکند، تنبلی تو را منفور میکند، تنبلی جایگاه تو را در خانه ات از تو میگیرد. تو جایی در خانه ندارید، تو با تنبلی نمیتوانید محبت دیگران را جلب بکنید. انسان تنبل حتی پیش روی زرش، پیش روی اولادایش هم ارزشی ندارد. انسان تنبل منفور است، او محبتی در جایگاه و در میان قوم و در میان جامعه ندارد. لذا همت بکنین. والله رب العالمین ان الله یحب معالی الامور و یکره صفصافها. پروردگار با کسانی که همت عالی دارند الله از او پشتیبانی میکند، الله او را نصرت میکند، الله کمکتان میکند. به محض اینکه این صحبت ها را امروز شنیدید، به محض اینکه الان نماز خواندین، بعد از نماز از الان اراده بکنین که باید چه کار بکنید. انتظار نداشته باشید که کارهای بسیار بزرگی را از روز اول انجام بدهید. اما عرض کردم یک روز یکی از علما میفرمود، میگفت که گاهی اوقات ما با نفس خود هم چلول میکنم، او را بازی میتم. شب که میشود به محض اینکه بیدار میشم میگم به نفس خود میگویم حداقل تا تشناب خوب برو. میگه ما میرم تشناب، بعد که اونجا بعد از تشناب بعد میگویم یک وضو چی است، یک وضو خود بگیر. بعد یک وضو را میگیرم سر خودم، بعد میگویم الان وضو گرفتی، 2 رکعت نماز چیست؟ این 2 رکعت نمازم سرش که میخوانم، بعد میگم 2 رکعت خوان، یک 2 رکعت دیگه هم بخوان تا اینکه به 12 رکعت و به 8 رکعت میرسانم. الان باید همین کار کرد. بسیار از کارهای کوچک باید شروع کرد تا اینکه به کارهای بزرگ رسید. مهم این است که شما برای مبارزه آماده باشید، برای یک جنگ در مقابل تنبلی و سستی باید آماده باشین. دعا بفرمایید که الله سبحانه و تعالی هر آنچه که اینجا گفته شد در دربار خودش قبول بفرمایند و الله سبحانه و تعالی به همه من و شما توفیق عمل کردن را عنایت بفرمایند. کسی دعا کرده است برای مادرش که مریض است، دعا بفرمایید الله سبحانه و تعالی هر چه زودتر شفای عاجل و کامل را نصیب بفرمایند برایش. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. پروردگارا میدانیم آنطوری که باید تو را بندگی بکنیم نکرده ایم. پروردگارا وجود ما را تنبلی فرا گرفته است، سستی فرا گرفته است، کسلیم. ربا کسالت را از وجود ما بیرون کن. پروردگارا تنبلی را از وجود ما بیرون کن. همت های ما را قوی بگردان، ما را انسان ها و جوانان قوی الهمت بگردان. پروردگار همت ها را بلند بگردان. پروردگار غم ما را آخرت بگردان، غم ما را سکرات بگردان، غم ما را شب اول قبر بگردان. پروردگار غم ما را جان کندن بگردان.
پروردگار غم آخرت است و غم ما را غم آخرت بگردان. پروردگار محبت ذاتت و صفاتت در ریشه های قلب ما داخل بگردان. محبت محمد رسول الله و نیکان و صالحین را در ریشه های قلب ما داخل بگردان. محبت اعمالی را که ما را به تو نزدیک می کند پروردگار در قلب های ما داخل بگردان. عفو کن پروردگار، بسیار وجود ما را تنبلی فرا گرفته است و بسیاری از توفیقات بر اثر تنبلی از ما گرفته شده است. پروردگار تنبلی را از وجود ما بیرون کن. پروردگار تنبلی را از وجود ما بیرون کن. محبت طاعت و عبادت را در وجود ما بیاور. بسیاری ها در نماز صبح دیده نمی شوند، بسیاری از خانه ها برای نماز صبح باز نمی شوند. پروردگار می ترسیم از غضبت. بر بسیاری ها زلزله ها را آوردید، بر بسیاری ها دریا را موج زدید و پروردگار دریا را به سوی آنها به حرکت آوردید و آنها را زیر آب گردانیدید. بسیاری ها را در زیر خاک زنده گور کردید. پروردگارا از گرفتت می ترسیم، از غضبت می ترسیم. پروردگارا ما را مغضوب علیهم نگردان، ما را ضالین نگردان، ما را از جمله گمراهان نگردان. پروردگارا ما مسلمانیم، کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله، ما را با همین کلمه زنده داشته باش و با همین کلمه از این دنیا ببر و در حالی ما را در محضر خودت حاضر بگردان که تو از ما راضی شده باشید. پروردگارا هوا از یک طرف سرد شده است و الان کودکان اهل غزه می لرزن، کودکان فلسطین می لرزن. پروردگارا می ترسیم از خشم و غضبت که به خاطر این بی‌تفاوتی سران کشورهای اسلامی بر سر ما نازل نشود. پروردگار به داد مردم مظلوم فلسطین برس، به داد مردم مظلوم اهل غزه برس، به خاطر کودکان آنها، سیاست‌های آنها. پروردگار تا الان بارود میریزد از بالا بر بالایشان. پروردگار حمایتشان کن. پروردگار غیر از تو حامی ندارن، غیر از تو کمک رسانی ندارن. تو فریاد رس آنها باش، دروازه های رحمت هایت را و کمک هایت را به سوی آنها باز کن. پروردگار آنها را از دست بگیر و حمایتشان کن. پروردگار جوانان ما را قوی الهمت بگردان، جوانان ما را قوی الهمت بگردان، ایمان های قوی عنایت بفرما. پروردگار شجاع و با غیرت بگردان، همت ها را قوی بگردان. پروردگار هر مشکلی که دارن جوانان ما و همه کسانی که اینجا حضور دارن مشکلات را حل بفرما. نیازها را پروردگار تو خبر دارید، از حاجت های ما خبر دارید، حاجت های مشروع همه ما را برآورده بگردان. کسانی که بی اولادن اولاد صالح عنایت بفرما، کسانی که اولاد دارن اولادشان را صالح بگردان، کسانی که در این جمع مقروضن، قرض دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات کاروبار دارن، ربا روز جمعه است و کاروبارشان و مشکلاتشان را حل بفرما. پروردگارا به خاطر فریضه تو آمدن که را ادا بکنن و الان عبادتت را پروردگارا ادا میکنن. به برکت این عبادت، به برکت این نماز جمعه مشکلات همه را حل بفرما. کسانی که مریضن در این جمع یا مریض در شفاخانه دارن پروردگارا هر چه زودتر شفای عاجل و کامل نصیب بفرما و کسانی که در شفاخانه ها بسترن پروردگارا شفای عاجل و کامل نصیب بفرما. مجاهدین را پیروز بگردان، کسانی که در راستای امنیت تلاش میکنن پروردگارا مزید توفیقشان عنایت بفرما. پروردگارا از دسیسه ها و از مکره ها و از نقشه های شوم اجانب همه ما را و این ملت و این وطن را حفاظت بفرما. مسلمانان را حفاظت بفرما. نقشه های شوم را بر علیه دشمنان ما برگردانی. پروردگارا ما را از غیب حفاظت بفرما. پروردگارا کسانی که دور و نزدیک از دنیا رفتن، از برادران ما پروردگار، از خواهران ما، از مادران ما، از اقوام ما پروردگارا آنها را جنت الفردوس نصیب بگردان. قبرهایشان را فراخ بگردان. پروردگارا قبرهایشان را فراخ بگردان. موسفیدان ما که به یک سن سال رسیدن دعاهایشان را اجابت بفرما. پروردگارا عمر با برکت عنایت بفرما. جوانان ما را عمر با برکت عنایت بفرما. مدارس ما را حفاظت بفرما. علماء ما را حفاظت بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.